یعنی گاه پیامبر صلی الله علیه و سلم اجتهاد میکردند. اگر اجتهادشان درست باشد الله تعالی اقرار میکرد، اگر اجتهادشان نادرست باشد ثواب میگرفتند، ثواب اجتهادشان، و الله تعالی را آن را انکار میکرد. چه خیلی که در حدیث گذشته در عمدة الاحکام هم اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم را درباره مسواک خواندیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر بر امتی من مشقت نمیشد من آنها را در هر یک وقت نماز به مسواک کردن امر میکردم. از سبب آنکه در هر یک وقت نماز مسواک کردن مشقت هست و این بر امتی من وزنی نمی کند، وقتی که من اگر آنها را به 5 وقت نماز امر کنم این فرض می شود، وقتی که به آنها مشقت می شود آنها این را ترک می کنند گناهگار می شوند. بنابراین من اینه برای اینها فرض نکردم گفتم. یعنی حق اجتهاد داشتن. چه خیلی که بعضی شخصیت ها اومده از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که ما به جنگ نرویم، برای ما اجازت دهید که اشتراک به جنگ نکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها اجازت دادن. الله تعالی ان همین اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو اقرار نکرد، با یک لفظ عجایب، با یک لفظ اکرام و تشریف به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده، گفت که عفا الله عنک لما اذنت لهم. ببینید سخن الله تعالی را چه خیلی بزرگ است. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه وقتی که بار هفتم زندان شدن در زندان قلعه دمشق گفتن که لو استدبرت من امری ما استدبرت ما اشتغلت الا بالقرآن. اگر من گشته جوان می شدم، گشته دوباره به دنیا می آمدم، مشتغلت الا بالقرآن، غیر قرآن به دیگر علم ها مشغول نمی شدم. واقعا اگر با آیت های قرآن با تدبر با تأمل اگر نگاه کنید، آخر این سخن الله هست. ببینید چی می گوید الله تعالی، عفا الله عنک لما اذنت لهم. الله تعالی تو را عفو کرد، برای چی به آنها اجازت دادی؟ یعنی الله تعالی اقرار نکرد اجازت پیامبر صلی الله علیه و سلم را انکار کرد، لیکن احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم را به جا آورد. عفو را اول ذکر کرد، نگفت که لما اذنت لهم، برای چی به آنها اجازت دادی؟ عفا الله عنک، الله تعالی این گناه تو را عفو کرد نگفت مثلا، لیکن فی عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله تعالی تو را عفو کرد. یعنی خطاگی تو را عفو کرد. خطاگی یعنی گناه نیست، خطاگی کاری خطا هست و عن قصدی نیست، عن غیر قصد. یعنی اجتهاد کردند و خطا کردند. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران. اگر حاکم یعنی قاضی عالم اجتهاد کند و حکم درست برآورد 2 ثواب میگیرد. و اذا اجتهد فاخطأ، اگر اجتهاد کند و خطا کند 1 ثواب میگیرد. بنابراین امام ابو حنیفه، امام بخاری، امام مالک، شافعی، احمد، ابن حزم ظاهری، امام داوود ظاهری، سفیان ثوری، یعنی امام های مجتهد اگر اجتهاد کنند و در اجتهادشان موفق شوند، طبق سنت و جواب درست دهند 2 ثواب میگیرند. اگر جواب نادرست دهند 1 ثواب میگیرند. اونها خطا کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فاخطأ، اگر خطا کندم 1 ثواب میگیرد گفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این اجتهادشان خطا کردن، لیکن الله تعالی عفا الله عنک، الله تعالی عفو کرد این خطاگیت، اگرچه اجر دارد. لما اذنت لهم، برای چی برای آنها اجازت دادی برای نرفتنی به جنگ؟ ببینید با یک اسلوب عجایب، احترام و اکرام هر یک سخنهای الله تعالی را ما وظیفه دار هستیم که تدبر کنیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن، مگر قرآن را تأمل نمیکنند؟ آیا قرآن را تفکر نمیکنید؟ تأمل نمیکنید؟ بسیار لفظی واقعا پر تأثیر. عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله تعالی تو را عفو کرد، برای چی برای آنها اجازت دادی؟ ببینید اسلوب انکار را، اسلوب نادرست بودنی اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله تعالی بیان کرد، لیکن با یک اسلوب زیبا، با یک اسلوب اکرام و احترام.